دستور موندگی بچه ریش موندگی دخترک پوشیده معنی ندارد. چطوری خیلی پوشیدی بچه؟ مردم اومده است من در مراجعت کرده است که معلم من با ایش اویلم زندگی نمیکنم. یک بار کشودگی و سینتتیک پوشیدگیش تماما تناش هم خیلی جوگر برین یک تا زخم پیدا شده است. میبخشید وای مولیجه نوشالله است و خیر. امروز ما استقلالیت و وحدت ملی را به دست آوردیم. نخود که یک کینو فیلم ترکی را که تماشا میکنیم علاقه گرفته بیگانه پرستی را به سر میکنیم. برای چی؟ ما برای چی؟ لباس فرهنگ ملی خودمون نداریم. بله ما خدمتچی دولتیم. لیکن روز شنبه میشود یک بار کمیته بیاین همه ملی پوشیده میبیاید. برای که همه مادر تاجیک به دنیا آورده است، او را تربیت کرده است، او در انم سیمای مادر تاجیک خود تربیت کرده ایستاده است. من زید هستم. در حقیقت حاضر در مختار بدخشان عموما نیست. خوشبختانه نه نیکوی خشتباری نه نیکوی برمحل همه کوشش میکنند که فرزندای خود کسب آموز کند، هنر آموز کند، به دانشگاه ها سپرد. در ولایت سوخت نیست. در خطلون هم کمتر شدگی. ما از در کجا است؟ در خود شهر دوشنبه در مرکز پایتخت همه شرایط ها هست. ببخشید تپلی پول تربکس آب گرم همه از ویشینی پستایانه هست. اما چی نو شکری میکنیم؟ ما با جایی که روچکا و ورق گیریم یک کودک تربیه کنیم تعلیم نه میبخشید کمترک از شهر دوشنبه نه دخترکوی من مانیتورینگ زنوندم کمترک بیرون بروید دخترک از دستور موندگی بچه ریش موندگی دخترک پوشیده معنی ندارد. چطوری خیلی پوشیدی بچه؟ وزارت تندرستی رو دعوت کردیم. مردم اومده است من در مراجعت کرده است که معلم من با ایش اویلم زندگی نمیکنم. یک بار کشودگی و سینتتیک پوشیدگیش تماما تناش هم خیلی جوگر برین یک تا زخم پیدا شده است. میبخشید وای مولیجه نوشالله است و خیر. من متخصص رو دعوت کردم. خب این زنک فویشه زنک چیه؟ یک فویشه عکس هست. من گفتم نامش نگرفتم. عکسی هم هست در اونجا. سابق رئیس کمیته زن یا که زنان و اویله در جمهوری تاجیکستان بود ایدیگل قاسمزاده تقا 2016 تا 2020 تا 17 ینوری 2020 دو ماه پیش انتخابات گرفتنش از وظیفه رئیس کمیته زنان و اویله در جمهوری تاجیکستان بود. صداش خوب شاید نشنویدین اما برای شما ما چند تا گپای حرام شد تحقیرش هم میگم که میگم من زیدم. در حقیقت میگم من زیدم که میگه یک بچه ریش مونده دختر یک نمای کرده با خیلی اشاره میکنه معنی نداره. در نزد خبرنگارا این نوارش هسته. شما شاید دیدگی باشین. حتی این ما بعد از همین گپش 2 روز بعد حرکت سیاسی گروه 24 یک بگیم که معرکه را با شما پیشنهاد کرد به نام عفت زنان یا که دفاع عفت زنان نوارا هسته. این مینوی برای گپ اینمی رئیسه خودش هم زنه میگه که یک مردم شکایت کرد که زنم سطر میکنه ببینیم میگه رموش ای طرف میکنیم همه اوزخ بیماره میگه اکی گپی معنی را داره که سطر میکرده یا مانند وزیری بدبختش همش بیمارن کسلن گپ شمو معنی را داره. چی معنی داره اگه با جایی که ایرا جزا میدادن خب اکی رحمان خودش سر چشمه دشمنی و بدبختی و برنامه های آوردن در پارلمان وظیفهش دادن. امروز یکی وکیل ها یا که دیپوتات های مردم حساب میخواهید. این همی ایدیگل قاسمزاده عکسش هست در شما دیده استید. او سه پیرخرش یکش امام علی یکش وزیر پیشینه فرهنگ شمس‌الدین آرومبک زاده دیگریش وزیر معارف که فعلا رئیس تلویزیون و رادیوی نوردین سعیدی رحمت میشناسین. این ایدیگل قاسمزاده سابق رئیس کمیته زنان و اویله و الحال دیپوتات وکیل. شما نبینید هر این میگم از دیدم هر قانونی که علیه اسلام میبراید این تری دشمنو که در بین باشن در پارلمان یا همش میگن که بله این باید که عملی شوه قانونی شوه. این دشمنو در پارلمانن در نمو
بین دیپتاتوی کو اونا بین همو داشته زن میگم من در حقیقت دیدم که هیچ معنی نداره یک کینوی ترکی را تماشا میکنین میخیزین یک لباس ببونه را با بر میکنین میگم من مانیتوری گذروندم رد گذرونده و توز را میگذرونن در کوچه و شهر دیده غیر از اینکه در بیمارخانه بگیم که کارخانه و ساختارها و وزارت‌ها نمیمونن با سطر حجاب رو داخلش با میدرن در کوچه و خیابونا با رد میگذرونن که همه با پالی بین برن چخیلی که رحمان گفت که قطعی سپارش میتم به طور قطعی که از من برداشته شود